سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوش اومدین به این چنل. این اولین ویدیو منه. امروز پنجشنبه است 17 آبان. بریم که ویدیوی خفنی بگیریم. برو بریم. اوکی. خب بچه‌ها، من صبحانم، 14 سالمه، اهل تهرانم و یوتیوبری رو خیلی دوست دارم و بهتون قول میدم تا چند سال آینده من میشم یکی از بزرگترین یوتیوبرهای جهان، حتی مثل رونالدو رو رد میکنم و یه روزی به 1 میلیارد سابسکرایبر میرسم. ولی اگه حمایت های شما نباشه، لایک، کامنت، سابسکرایب نباشه، این موقع من نمیتونم به این چیزایی که گفتم برسم. و اینکه درباره آینده این چنل بخوام بهتون بگم، من هر یه هفته جمعه ها ساعت 2 ظهر ویدیو براتون آپلود میکنم توی یوتیوب، توی چنلم. و اینکه تابستون که شد، یعنی بعد اینکه زمستون تموم شد رسیدیم به تابستون بهار، از اون موقع هر یک روز در میون براتون ویدیوهای خیلی خفنی درست میکنم. و اینکه ویدیوی هفته بعدم یکی از خفن‌ترین ویدیوهای من قرار بشه تو طول زمستون. برو که بریم سکانس بعدی رو با هم ببینیم. خب بچه‌ها، آزمایش منتوس رو دیدید؟ ما میخوایم بریم امروز ببینیم آیا اون قدری که میگم بالا میره وقتی منتوس رو میندازیم تو نوشابه یا نه. بریم یه چند تا فیلم از اونا ببینیم و بیایم خودمون انجامش بدیم. بعدیم به قسمت آزمایش کردن منتوس با نوشابه. میخوام من کل اینو بریزم تو نوشابه، کل منتوس رو بریزم تو نوشابه و خودم هم میدونم که امکان داره لباسم کثیف بشه، ولی من به خاطر شما هر کاری که لازم باشه واسه خوشحالی شما و سرگرمی شما انجام میدم. ولی که همه رو بریزیم داخل نوشابه. میبینید که همش خالی شد همش. حالا جمع میکنیم ماشاءالله رو. وای چه واقعا واقعیت داشتید. من فکر نمی‌کردم که واقعیت داشته باشه. من فقط ویدیوهاشو دیده بودم ولی واقعا واقعیت داشت. بریم حالا اینا رو هم بندازیم خیلی بازم میره بالا که نمیره. حالا بریم سر بعدی، بریم که الیزا رو ببینیم این اتفاق واسه اونم میفته یا نه. برو بریم. خب بچه‌ها، رسیدیم به بخش دوم آزمایش. الان من میخوام اینو الیزا رو تو دستم بگیرم و منتوسا رو بریزم توش. میخوام که ببینم چقدر قدرتش میره بالاتر و مدل آبشاری میخوایم انجامش بدیم اینو که بریم از بازش کنیم و انجامش بدیم. حالا از پشت صحنه منتوسا رسید و بازش میکنیم. یه لحظه من اینو بزنم زمین. ببین که همش تو دستم، یه چند تاشم افتاد، حالا اشکال نداره. حالا من بریم نمیره توش. اصلا هیچ ارتفاعی نداشت و بهتر که با همون نوشابه انجام میدادیم این آزمایش رو. 2000 years later. خب بچه‌ها، امیدوارم که از اولین ویدیوی من لذت برده باشین و اگه یه جایی اشتباهی کردم منو ببخشید، چون این اولین ویدیوی منه و هیچ تجربه تو یوتیوبر بودن نداشتم و از ویدیوهای دیگه سعی میکنم صد خودم بزنم. یعنی الان هم صد خودم گذاشتم، یعنی بهتر از این ویدیو براتون ویدیو بگیرم از هفته دیگه. و اینکه برای اینکه بهتر ویدیو براتون بگیرم و از محتوایی که براتون میگیرم باید حمایت کنید، یعنی لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و سابسکرایب کنید و اینکه حتما مطمئن باشید که سابتون و لایکاتون نپره بعد چند مدت، چون که تازگی یوتیوب دوباره شنیدم که داره دوباره لایک و سابسکرایب ها رو میپرونه. پس بخاطر
کامنت انگلیسی بذارید که یوتیوب شما رو ربات شناسایی نکنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خداحافظ.